درته وایم د بامداد خبرانې دوام دی. وروستۍ برخه ده، تاسو هم راسره مل اوسئ چې ډېره قدرمنه میلمنه بهاره سعادت له ځان سره لرو. مننه ورڅخه کوو. دوی له بغلان څخه راغلي دي، په ځانګړې توګه د بامداد خبرانې لپاره. لیکواله ده، د نوی کتاب هم چاپ ته رسېدلی دی او همداسې کال چاپ ته رسېدلی. هم مبارکي ورته وایو، هم به د دې کتاب موضوعات ور سره بحث ولرو. بهاره عزیز خوش آمدین، صبحتون بخیر. خوش باشین. سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان. خیلی خوشحال هستم و از شما خیلی سپاسگزار هستم که مرا به برنامه زیبایتان دعوت کردین. خیلی خرسند شدم که با شما قربانت بهاره عزیز، سلامت باشی. وقت عزیزان ما از سایر ولایت زیبایی کشور ما خاص به خاطر بامداد خوش تشریف میارد، یک اندازه ما را تقویت میکنین، انگیزه ما را و در کنارش برای ما انرژی میبخشین و تشکر از شمایی که خاص به خاطر بامداد از بغلان زیبا آمدین. پلخمری زندگی میکنین؟ بله. و دیروز کابل رسیدین. بله. خسته نباشین. کابل دوست دارین یا بغلان؟ نه کابل دوست دارم ولی پدر جانم اصلا بغلان دوست دارم. خب چون دیر میایین یک اندازه سرتون دیگه خوشک میخوره. بله. کابلا چقدر وقت میشه نوشته میکنین و دست نویسندگی و دست بالای در دنیای شعر، شاعری و نویسندگی دارین؟ راستش ما مثل دیگرها از طفولیت نویسندگی را شروع نکردیم. فقط وقتی که سن 13 سالگی یا 14 سالگی که داشتم وارد دنیای مجازی یا وارد شبکات اجتماعی شدم. از طریق دوستایم PDF کتاب‌های ادبی و رمان‌های ادبی را جستجو کردم. باز وارد دنیای ادبیات شدم که واقعا دنیای خیلی زیبا و عالی بود. باز از اونجا در سن 14 سالگی شروع کردم، خواستم که یک اثری از خود به جا بگذارم و این اثر ما شد که جای در ذهن. حالا چند سال هستین؟ حالا یک 16 ساله. خب یعنی 2 سال میشه دیگه که بله. کار میکنین، نویسندگی میکنین. در مورد این کتابتون معلومات بتین، جای در ذهن، جای در واژه. بله. درست؟ فکر کنم امسال به چاپ رسیده؟ بله. در موردش معلومات بتین، روی کدام موضوعات نوشته کردین؟ فقط در مورد ذهن و نویسندگی است که ما وقتی که ما باید ذهن و نویسندگی از ذهن، چیزایی که در ذهن ما میاد و را باید روی کاغذ بکشیم و اون چیزایی که در ذهن یعنی انگیزشی است. بله. بهاره عزیز، من درست هدف شما رو نگرفتم. برای کسایی که نویسنده هستن این کتابو بخونن میتونن انگیزه بگیرن در دنیای نویسندگی یا نه؟ برای اینکه ذهن نشانه تقویت کنن، حالا در هر بابی که باشه باید این کتاب مطالعه کنن. چگونه؟ از فقط درباره ذهن و نویسندگی بحث کردیم که باید از ذهن ما از نویسندگی انگیزه بگیریم و درباره همون نویسندگی است. ماشاءالله. جمله خاصی که در این کتاب باشه و واقعا خلاقیت خودت باعث شده باشه که گل کنه و چیزهای روی کاغذ خودت بنویسی. تو یک جمله هست بین کتابت یا نه؟ بله، راستش دیگه نوت کردیم. یک جمله بسیار عمویی که خودم زیاد دوست دارم در این کتاب. البته به نویسندگان تمام کتابش برش خوش است، خوش است. مگم جمله که من زیاد دوست دارم است که ما نه برای بودن بل برای بهتر بودن خلق شدیم. هر روز درسی دارد، اگر بخواهیم بشنویم ساده ترین جمله ها گاهی عمیق ترین تاثیر دارند و این کتاب دعوتی است به دیدن و فهمیدن و به ساختن روشنایی در ماشاءالله. کسایی که نویسنده هستند، شاعر هستند، مثل خودت دست بالای دارند در این دنیا، مطمئنا که باید مطالعه کنند به دلیل که مطالعه بیرونی میتونه یک اندازه خلاقیتشون تقویت ببخشه و چیزهای بیشتر را بیاموزند و مطمئنا که خواندن کتابا باعث شده که خودت قلم به دست بگیری و چیزهای بسیار مقبول را بنویسی. چقدر مطالعه میکنی و کتاب خواندن چقدر تونستی جای بدی در برنامه روزانه‌ت و در حال حاضر در آستانه مطالعه کدام کتاب هستی؟ در حال حاضر در آستانه کتاب امید شعر میگوین، امور مطالعه میکنم و چیزای ادبیش میگوین. در پهلی از او تمام روز می نویسم. در پهلی از او از طفولیت آرزو داشتم که یک دکتر موفق شوم در جامعه و امی دکتری هم میخوانم که این تقدیمای هم کردیم از نسخه نویسی، کمک‌های اولیه و اوزیش هم از نویسندگی است که یالا تمام کردیم و گرفتیم. ماشاءالله. بله. گفتین تب میخوانین؟ آنلاین؟ بسیار خوب، بسیار خوب، موفق باشین. در پلویزی وقتی که نوشته میکنین آیا متنهایتان یا می کتاب که شما جور کردین به کس دادین که اونا هم بله در شبکات اجتماعی زیادتر دوستای ما هستن و از طریق همونا. استاد مشخص هست ای بش؟ یعنی یک نویسنده مشخص است که شما بهش کتابتان داده باشین؟ نه خیلی هیچ کس نیست، فقط خودم نوشته میکنم
اما کسایی که تازه به نظر دنیای دوستان شعر و میشن. شاعری رو میارن، بهاری عزیز باید استاد داشته باشن تا بله. دستگیر و راهنمایشان باشه. به نظر من مثلا اگر در این باب خودت یک استاد بزرگوار را انتخاب میکردی تا از نظریه هایش، تجربه هایش استفاده میکردی، مطمئنا که کارت کلانتر و خوبتر میتونست که نشان بده به دوستا. استادی ندارم، فقط مای بزرگم هستن که اول وقتی نوشتم از اونا چیز گرفتم، مشوره گرفتم، باز اونا گفتن که خوبش است. فقط ما اول کتاب ما چاپ کرده بودم، چاپ دوم است. اول کتاب ما چاپ کرده بودم، اول هیچ عنوان نداده بودم، اصلا یاد نبود که عنوان بیبودم. باز امر مای بزرگ مشوره کردم، کتابم برش فرستادم، باز اونا گفتن که تو بی عنوان ندادی، این چه رقم کتاب است؟ من صحبتم از اون خاطر بود که یک استاد راهنما مطمئنا که برای شما میتونه مسیر بازتر بسازه. درست زیادی از نویسنده داریم که ابتدا اسم کتابشون اصلا انتخاب میکنن، بعدش مینویسن. و در کنارش بعض از دوستای را داریم که ابتدا کتابشون رو نوشته میکنن و در کنارش اسمش بعدا انتخاب میکنن. تشکر میکنم از خودت بهاری عزیز. وقت دوباره بغلان رفتی، سلامای ما را به دوستا برسان و تشکر از تشریف آورید. خوشحال شدیم که امروز خودت ملاقات کردیم. این بود از داشته هایی که قربانتان، این بود از داشته هایی که ما تقدیمتان کردیم در صبح دوشنبه. امیدوارم مورد پسند علاقتان قرار گرفته باشه. مراقب خودتان باشین. ما را دعای خیرتان فراموش نکنین. تا فردا، بدرود. الله مومن شیخ ورځ ولرئ.